دیروز همونجوری که مستحضر هستین وزیر محترم اطلاعات و معاون ایشون در جلسه غیرعلنی مهمان ما بودن. بعد از اتمام فرمایشات بزرگواران من خدمت معاون محترم وزیر رسیدم، در خصوص مسئله جاسوسی اتباع از ایشون استعلام کردم. قبلا هم هفته قبل از یکی دیگه از مقامات وزارتخونه استعلام کرده بودم. به من فرمودن در میان بازداشتیایی که به جرم جاسوسی بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع افغانی وجود نداره. بله بازداشتی افغانی داشتیم ولی به جرم جاسوسی نبوده، جرایم دیگه ای بوده. من نکته‌ای که میخوام تقدیم کنم اینه، ببینه عزیزان، متاسفانه مسئله نفوذ داره فروکایی داده میشه به، عذرخواهی میکنم بخوام محاوره بگم، به گل محمد و جان محمد سر کوچه. آقا وزیر محترم اطلاعات، افغانی آمدن گفتن که شورای عالی امنیت ملی ما فلان روز فلان ساعت کجا جلسه داره. افغانیا گفتن که سحری که حمله شروع شد سردار سلامی ما کجای تهران بوده. افغانیا گفتن که حاجی زاده ما کجا با معاونینش جلسه داشته. چرا نمیریم باگای امنیتی رو شناسایی کنیم؟ چرا پاسخگو نیستین؟ چرا یه جواب درستی نداریم برای ملت؟ مثال خیلی واضحش من اشاره کنم، همکاران محترم، خیلی از شما دانشگاهی هستین، تجربه هیئت علمی استاد دانشگاه هستین. دانشمندان هسته‌ای ما رو شما ببینین، این آیین‌نامه ارتقایی که وزارت علوم تعریف کرده، ما خودمون به دست خودمون داریم دانشمندان هسته‌ایمون رو مفت و مجانی معرفی میکنیم به جهان. چرا؟ چون اینا رو مجبور میکنیم پژوهشاشون رو برن پابلیش کنن، منتشر کنن تو ژورنال‌های بین‌المللی، مسائلی که محرمانگی داره. اگر منتشر نکنن اینا ارتقا بهشون نمیدیم. من 2 ماه به وزیر علوم میگم بابا این آیین‌نامه ارتقا رو با اصلاح کن برادر. این چه وضعیت درست کردی؟ الان دانشمندان هسته‌ای ما، بچهای ما که میخوان تو مسائل امنیتی تحقیق کنن، مسائل هسته‌ای تحقیق کنن، امنیت جانی ندارن. چرا نمیری آیین‌نامه ارتقا رو اصلاح کنی؟ گذاشتی 4 تا پیپر آقا JCR و ISI که اگه اینو بدی ارتقا میدیم، اگر ندی ارتقا نمیدیم. چرا لایه بندی علم لاز نمیشه؟ کدام کشور اینجوری دانشمندانشون مفت و مجانی در معرض خطر قرار میده؟ نکته آخری که میخوام عرض کنم خدمتتون، ما حتما از مسیر دیپلماسی دفاع میکنیم منوط به اینی که آدابش رعایت بشه. من متوجه نمیشم چه معنایی داره همون روزی که رئیس جمهور قاتل امریکا توییت میزنه تسلیم بی قید و شرط، همون روز برخی از مسئولین ما میگن ما آماده مذاکره ایم. همون روزی که حساب رسمی کاخ سفید میاد توییت میزنه که مبارزه مبارزه مبارزه، همون روز ما میگیم آقا ما آماده بیا مذاکره کنیم. آقا شما را به مقدساتتون قسم، حرمت این ملت رو نگه دارین. این ملت منسجم همه جوره نشون دادین 12 روزه پای کار انقلاب و نظامه. چرا تحقیر میکنین ملت رو؟ مذاکره کنین، ما هم حمایت میکنیم، ولی از موضع عزت نه ذلت حمایت میکنیم ازتون، به شرطی که حرمت این ملت رو نگه دارین.